این حالتا میشوند که از حساب شهروند حقوقهای خودش رو که نمیداند، مثال میلیسا میبید با همون نفر، همون مرد یا زن با یگان شناس شیشتگیان صحبت دارند. میلیسا میپرسند، مثال پول طلب میکنن، میگویند که ممکن نه وقتی ترکی بشن. همون نفر همون آدم نمیدونن حقوق خودشون، برای همون از ترسشون پول پیشنهاد میکنن با کارمندان میلیسا. لیکن نقضش همش از حسابی ندانستن حقوق خود می شود. میلیسا ها از ندانستن حقوق شهروندان استفاده میکنن یا چی؟ درست که به یک خیل میلیسا های هم حقوق خودشون نمیدونن، لیکن بسیاریش از ندانستن حقوق شهروندان. بله. مثلا شوهر من قسم آمده که اینجا کار آمده مونده شده، میخوام که اینجا گرده اصابش آروم کنم، مثلا با خودش چی بگیره در باقی استراحتی فکر میکنم کارا را طرف مثلا چی میگن کارمندان انداز میلیسا نوتوریه برای دیگه و دونستین کارا ما کنم، چون ما قدر باقی استراحتی داره. به نظر شما همین میلیسا بیشتر چی میپرسن از همین جفتایی که یک جا هستن؟ میخوام مثلا اطلاعی جشتی بیا و دختر بسیار رو واسه چون بچه نه برای چی این مرده مثلا میره و دختر مثلا چی دیگه جای رفتن نداره، مثلا همون چیزای رنگی میترسونه زالاگی و چی میگیرن برای همین کارا رو ما کنن چی در کاره بعد پول میگیرن، مثلا جوابش میتن همون رو نکنم قدر قیمتی دخترها را پس میکنن. مثلا با کدوم شیوه میپرسن؟ یعنی شبهه میکنن؟ بله، میگه اینجا بیا میریم، میگه که چی میشه، این سوالایده از ما میپرسه، سوالایده از میبره دل میبره بالا اونجا گپ میزنه، رئیس ما رو زنگ میزنه، امروز رئیس ما گپ میزنه.